سرخط خبرها: عقب نشینی ترامپ در مورد تغییر نام خلیج فارس پس از مخالفت شدید ایران. حمله یمن با موشک بالستیک به فرودگاه بنگوریون و توقف پروازها در این فرودگاه و اعتراف تلخ رئیس جمهوری فرانسه به عدم توانایی اوکراین برای بازپسگیری سرزمین‌هایش از روسیه. شبکه خبری CNN اعلام کرد مخالفت صریح جمهوری اسلامی ایران درباره تقلای جعل نام خلیج فارس باعث عقب نشینی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این زمینه شد که اکنون در سفر به عربستان سعودی به سر میبرد. به گزارش ایرنا، شبکه CNN روز سه‌شنبه به وقت محلی به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات گفت ترامپ قصد داشت آمریکا از این پس خلیج فارس را خلیج عرب یا خلیج عربی بنامد. با این حال این برنامه‌ها در روزهای بعد تغییر کرد، زیرا مقامات ایران به صراحت اعلام کردند که با چنین اقدامی مخالفت خواهند کرد. از جمله عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هشدار داد که تغییر نام رسمی این آبراه از سوی ایالات متحده خشم همه ایرانیان از هر قشر و گرایش سیاسی چه در ایران، چه در امریکا و چه در سراسر جهان را برخواهد انگیخت. ترامپ روز سه‌شنبه در مجمع سرمایه‌گذاری امریکا و عربستان سعودی در ریاض سخنان مبهمی را درباره خلیج فارس عنوان کرد. او وضعیت خلیج فارس را فاجعه خواند و جنجال بر سر نام آن را دوباره شعله‌ور کرد. او در این سخنرانی مدعی شد که فاجعه‌ای در خلیج فارس در حال وقوع است و ایران می‌خواست نام آن را خلیج ایران بگذارد. ترامپ گفت هیچ تضاد آشکارتری با مسیری که شما در شبه جزیره عربستان دنبال کرده اید با فاجعه‌ای که درست در خلیج ایران در حال وقوع است نمی‌تواند وجود داشته باشد. به آن فکر کنید. آنها می‌خواستند این نام را روی آن بگذارند. من گفتم که آنها اجازه این کار را به ایران نخواهند داد. اظهارات ترامپ در حالی است که خلیج فارس نامی نیست که چند دهه سابقه داشته باشد، بلکه پیشینه‌ای بیش از 2500 ساله دارد و در متون عربی، فارسی، یونانی و نقشه‌های اروپایی نیز به طور مداوم نام خلیج فارس بیان شده است. در پی سخنان روز سه‌شنبه ترامپ در ریاض، علی اکبر صالحی که به مقام رئیس بنیاد ایران شناسی منصوب شده، در پیامی نوشت نام خلیج فارس با اجازه کسی بر آن نهاده نشده و با توهم کسی هم برداشته نخواهد شد. خلیج فارس بوده، هست و خواهد. کشورهای عربی سالهاست تلاش کردند که نام خلیج فارس را بجز در زبان خود در زبانهای دیگر دنیا نیز تغییر دهند. اما CNN می‌نویسد که اظهارات اخیر ترامپ نشان می‌دهد که او دریافت این اقدام با خشم گسترده ایرانیان روبرو خواهد شد. ایرانیانی که همواره بر حفظ نام تاریخی خلیج فارس پافشاری کردند. انصارالله یمن بامداد چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کردند که در یک عملیات نظامی موفق فرودگاه بنگوریون در منطقه اشغالی تل‌آویو را با یک فروند موشک بالستیک هایپرسونیک هدف قرار دادند. نیروهای مسلح یمن افزود موشک با دقت به هدف اصابت کرده و منجر به فرار اسرائیلی‌ها به پناهگاه‌ها و توقف فعالیت فرودگاه شده است. در بیانیه رسمی نیروهای مسلح یمن آمده است این عملیات در چارچوب ادامه ممنوعیت پروازها از فرودگاه بنگوریون انجام شده و تا زمان پایان تجاوز به غزه و رفع کامل محاصره این ممنوعیت ادامه خواهد یافت. یمن همچنین به شرکت‌های هواپیمایی هشدار داده است که اگر پروازهای خود به فرودگاه‌های سرزمین‌های اشغالی را متوقف نکنند، باید از شرکت‌هایی که پیشتر این تصمیم را گرفتند پیروی کنند. نیروهای مسلح یمن با تاکید بر حمایت همه جانبه از ملت فلسطین از تمام آزادگان امت اسلامی درخواست کرده که به وظایف دینی، اخلاقی و انسانی خود در قبال مردم مظلوم فلسطین عمل کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد اوکراین می‌داند که نمی‌تواند همه سرزمین‌هایش را از روسیه پس بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مکرون تصریح کرد ما باید به اوکراین کمک کنیم تا از خود دفاع کند، اما خواهان آغاز جنگ جهانی سوم نیستیم. وی که با تلویزیون TF1 فرانسه گفتگو می‌کرد افزود جنگ باید متوقف شده و اوکراین باید در بهترین موقعیت ممکن وارد مذاکرات شود. مکرون هشدار داد حتی اوکراینی‌ها این روشنبینی را دارند که بگویند ظرفیت بازپسگیری همه سرزمین‌هایی را که از سال 2014 تا کنون تصرف شده ندارند. روزنامه فاینانشال تایمز 2 اردیبهشت 1404 گزارش داده بود پوتین پیشنهاد کرده است که جنگ در خطوط مقدم فعلی متوقف شود. این روزنامه انگلیسی سه‌شنبه شب به نقل از 3 مقام آگاه نوشت پوتین در دیداری با استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سن پترزبورگ گفت
مسکو آماده است از ادعای خود بر بخش‌هایی از منطقه اوکراین در دونتسک، لوهانسک، خرسون و ژاپروژیا که هنوز تحت کنترل کیف است صرف نظر کند. این منابع اعلام کردند امریکا نیز یک راه حل احتمالی را پیشنهاد داده است که بر اساس آن واشنگتن مالکیت روسیه بر شبه جزیره کریمیا را به رسمیت می‌شناسد و کنترل دو فاکتوی مسکو را بر آن بخش از نواحی در 4 منطقه اوکراینی که در اختیار روسیه است می‌پذیرد. ترامپ اخیراً در جمع خبرنگاران اعلام کرد که پس از دیدار با زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در واتیکان معتقد است که همتای اوکراینی وی آماده واگذاری شبه جزیره کریمیا به روسیه به عنوان بخشی از توافق صلح میباشد. ماکرون همچنین هشدار داده که اگر روسیه آتش‌بس با اوکراین را رعایت نکند، در روزهای آینده تحریم‌های تازه‌ای علیه مسکو اعمال خواهد شد. وی مدعی شد که از تحریم‌های جدید علیه روسیه حمایت می‌کند و این تحریم‌های احتمالی بخش‌های خدمات مالی و نفت و گاز روسیه را مورد هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهور چین به حمایت از پاناما در سایه فشارهای امریکا برای تصاحب کانال پاناما متعهد شد و پیشنهاد همکاری گسترده‌تر با کشورهای امریکای لاتین را مطرح کرد. این مناطقی که سابقاً حیات خلوت واشنگتن دیده می‌شدند، حالا روابط نزدیکتر با پکن را دنبال می‌کنند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در جریان سخنرانی در نشست سران 33 کشور امریکای لاتین و حوزه کرائیب در پکن همچنین اقداماتی را در راستای تعمیق روابط با این منطقه از جمله سفر بدون ویزا و یک خط اعتباری توسعه به ارزش 10 میلیارد دلار اعلام کرد. به نوشته روزنامه فاینانشل تایمز، دیدار و گفتگوی رئیس جمهور چین با سران کشورهای امریکای لاتین نشان دهنده عزم راسخ پکن برای به چالش کشیدن واشنگتن در حوزه نفوذ بین‌المللی است و درست پس از پذیرش دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای کاهش تعرفه‌های گمرکی بین واشنگتن و پکن اتفاق افتاده است. چین در حال حاضر بزرگترین شریک تجاری امریکای لاتین است و تجارت دو طرفه آنها سال گذشته میلادی از 500 میلیارد دلار فراتر رفت. رئیس جمهور چین در جمع نشست وزرای خارجه جامعه چین و کشورهای حوزه کرائیب و امریکای لاتین با حضور لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل و همچنین گوستاو پترو رئیس جمهور کلمبیا گفت پکن از امریکای لاتین برای حفظ حق حاکمیت و استقلالش دفاع می‌کند و مخالف مداخله خارجی است. شی جین پینگ در ادامه به تظاهرات دهه 60 میلادی چین در همبستگی با معترضان پانامایی که مخالف کنترل کانال پاناما توسط امریکا بودند اشاره کرد و متعهد شد که در حوزه‌های مربوط به امنیت شامل امنیت سایبری، مقابله با تروریسم، کنترل مواد مخدر، مقابله با جرایم سازمان یافته و مقابله با فساد هم با کشورهای این منطقه همکاری خواهد داشت. رئیس جمهور چین همچنین خاطر نشان کرد پکن همچنین از طریق اجرای پروژه‌های آموزشی، اجرای قانون و کمک‌های تجهیزاتی به کشورهای این منطقه کمک خواهد کرد تا در تلاش برای حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای تلاش کنند. ترامپ از بابت آنچه نفوذ چین بر کانال پاناما می‌داند، فشارها بر این منطقه را افزایش داده است. ممنونیم از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. برای اطلاع از مهمترین اخبار منطقه و جهان با پرشین وان همراه باشید.